رهبری کنونی ایران نادانسته دارد ملت ساده ایران را به نابودی و قهقرا می‌کشاند. ما در دام گریزناپذیر رسوم و آداب دین به طوری گیر افتاده ایم که جوابی برایشان نداریم. با رد 3 خلیفه اول اسلام و اعلام تنفر از آنان خود را به منفورترین مذهب در جهان تبدیل کرده ایم. مذهب شیعه، به خصوص شیعه اثناعشری در ایران، از منفورترین مذاهب اسلام و مذاهب دیگر دنیا می باشد. به خاطر لعنت و نفرین‌های متعدد که ما به اشخاص ظاهراً مقدس اسلام می‌فرستیم، ابوبکر، عمر و عثمان، و این است که روزی برای ایرانیان دردسر تولید خواهد کرد. این است که بهانه‌ای خواهد بود برای جنگ جهانی سوم حتی، ولی بدون شک بهانه‌ای خواهد بود برای حمله‌ای بزرگ به ایران.